روی تاباوریت کار کن عزیز من. طاقت بیار دوستت نداشته باشن. طاقت بیار تاییدت نکنن. تو رو نپذیرند و قبولت نداشته باشن. دنیاست. کلاس درس نیست و همه معلم تو نیستن که رد و تاییدشون ملاک باشه. اصلا قرار نیست نظراتشون برای تو اهمیتی داشته باشه. قرار نیست تمام آدم ها تو رو دوست داشته باشن، با تو موافق باشن یا رفتار و احساسات تو رو بپذیرند و تو رو تاییدت کنن. قرار نیست کامل و بی‌نقص و از هر لحاظی بهترین باشی. قرار نیست هر چیزی رو بفهمی و از هر موضوع مربوط یا نامربوطی سر در بیاری و هر راه رفته یا نرفته ای رو بلد باشی. قرار نیست دیگران مطابق میل تو باشند و قرار نیست تو مطابق میل دیگران باشی. تفاوت‌ها، نخواستنا و نشدنا رو که بپذیری و برای خودت مرز تعیین کنی، همه چیز در درست‌ترین حالت ممکنش پیش میره. جهان و احتمالات رو ول کن عزیزم. حواست رو به خودت بده و روی خودت کار کن. مطمئن باش با خودت که کنار بیای همه چی درست میشه.